گرانی کی حل میشه؟ تورم کی میخواد حل بشه؟ این مشکلاتی که ما داریم ازش یاد میکنیم، بحث نوسانات و عدم ثبات در اقتصاد کی باید حل بشه؟ این یک راه بیشتر نداره. راهش اینه که پیشرفت اتفاق بیفته. پیشرفت چگونه اتفاق بیفته؟ حتما ما نیازمند سرمایه گذاری و تولید ثروت هستیم. باید بپذیریم که مخصوصا در یک دهه گذشته ما تقریبا باید بگیم رشدمون سالانه متوسط 1% بوده، چون سالایی رو ما منفی بودیم، سالایی رو مثبت بودیم. به هر حال ما باید کیک اقتصاد رو بزرگ کنیم. اگر این رو بزرگ کردیم، بعد ما قادریم که این مشکلات رو به طور جدی بهش توجه کنیم. البته که وقتی که ما حرف از تولید ثروت و رشد اقتصادی میزنیم، بدون شک اگر این توأم با عدالت نباشه و نوع برنامه‌ریزی ما منطبق بر اون نباشه، خود این دو مرتبه ممکنه مشکلات سخت‌تری رو برای ما درست کنه در اینجا. لذا ما شعارمون دولت، خدمت و پیشرفته.